حال مطبوعات شما هم کم کرده، چرا؟ والا لالا اینطور است خب که یکمی که تهدیدات بسیار زیاد است در اینجا. باز پلیس آلمان به من گفت که فامیلدار است یا اولاددار هستی، یک کمه که گفت تو چیکو که طالبان گفت تعاملات روان است، گفت سبا جار جنجال باید بیشتر و زیادتر میشه. گفت که اصلا نمیشه. گفت ما خود پلیس آلمان میگه ما میفهمیم که نمیشه زدرانا کلش طالب هستن. همین فرانکفورت گفت ما توجه میکنیم، مثلا شماره خود برتان میتیم که در وقت انتهای اشد خطر بینین شماره و موضوع تماس بگیریم. منتها شما خودتان هم گفت باید به خاطر خود احتیاط بکنید. باز ما دیدیم که یک دفعه یک گروه میاد تهدید میکنه، دو دشمن میزنه، دیگه گروهش که چاقو میاد، دیگه گروهش که تفنگچن میاد. باز گفتم والا دیگه روز خدای نخواسته یا شاید شوخی یا بچه تسانک بکنم کدام یکیش از دوست ما پیش ده باشد از زندان آلمان بکنیم و در کل تمام میدیا مطبوعات هم بیم که والا یک زدران رئیس مردار کنیم. یک چند وقت ماندیم که باش همین صف ما معلوم شود که وظیفه ما معلوم شود. حالا ما خود آدم ایشی نیست مثلا در جبهه آزادی گمیالی ما یک چیز مهم ما داشته باشم، خب ما خود نه فعالیت های امنیتی کده میتونم، نه استخباراتی کده میتونم و نه نظامی کده میتونم. نه زیادش ما در مطبوعات و در ذهنیت سازی این چیزا مثلا تجربه داریم و فعلا به اون چیزا که ضرورت نیست. شما در شما یک چند وقت ما خاموش میمانم که یک کم که روال اقتصادی خودم خوب کنم، کارا رو یک کم که قوی بکنم دیگه به سبب در میدان بریم که پشت سر یک چیز سوانه خود داشته باشیم. نه